شهرستانا هم فرمانداران دستاییتن بالاخره نتوانتش کاری بکنن در 4 حوزه ها. یک استانداری وظیفه که در 4 حوزه سیاسی، امنیتی، اداری، عمرانی. و در بحث سیاسی هم ما بچارند که هنگت میبرات در حوزه سیاسی چندان تجربه ندارید، گوڑا ضرورت آیا باید معاون سیاسی محرمین ببید، آیا معاون سیاسی امنیتی ببید و معاون سیاسی اداری ببیتی و هنچوش قوت معاون زبده برای عمرانی بوده یک معاون کارکشته لوٹید و در مجموع آیه یک تیم محرمی لوٹید که بتون برای بلوچستان کار بکن و همه پیم در شرایط جنگی آیه چطور تو هم کار بکن و در شرایطی که دولت استقراض کنگن از ذخیره و از بیت المال ذخیره کنگن و آیه پا جنگی واستو علاقه و سهل همونگو با وتی چیه گوشند عراق و لبنان و انگوران لوٹیت یه ذره خرج ببید نیشی که در بلوچستان گولا آیا میشمی استاندار توانت گویشیه که بدون جیب خالی بتواند مسائل مشکلات بلوچستان رو حل بکن، شاخصهای توسعه در بلوچستان بلوٹید که از صفر یکم وکی بتگلینی بالاترش ببا. آیا این توان هست؟ آیا با کمک نمایندگان، با کمک خود رئیس جمهور یک تبعیض مثبتی چیزی که چه دیما مرود و سواحل مکران پا خوبی بچاری تو که در او دای آمایش سرزمینی که قرارم ببید و جمعیت های میلیونی که او دا سرازیر ببید و نظم جمعیتی به هموارد و نظم فرهنگی و همه پیم سواحل مکرانی بهربان به نیروهای نظامی و انتظامی و به کشورهای خارجی چو چین و همچو شرکتهای همه پیم که شستایان توانند در معادن تفتان دلمانک ببند و بحث گردشگری و پتروشیمی چابهار و اشان دیگران تصرف کنگن. آیا مردم و سرمایه گذاران بلوچ توانند در این قسمت بحری بزورند و همه پیم اداره و فرمانداران آیه باید همه پیم آیه توانت بومی ترش بکن و همه پیم آتوانتی شاخص آموزشا که مادر همه توسعیان کم و کی بتگلینید توان که بیا شناسنامه یان شناسنامه دار بکن و مسئله بهداشت کم و کی آیه شاخصا کمی بالاتر ببا. آیا یک گزینه هست که ما راهی در بگیجیم که این سوخت بری به بهگار ببید و در عرض 6 ماه و 1 سال یک پروژه یک مزنین اعتبارات ملی و اعتبارات استانی کار و به سمت اشتغال بباد و همه پیم آتوانت نیروهای نظامی و انتظامی که 20 سال سپاه قدس و آدگه نیروان بلوچستانی تها ناگوشتگین و نانوشتگین نظامی کرداران دا پیش کنگند توان شانی دیما بگیرید و هنچوش توانت نیروهای امنیتی که این همه بگر و بند و اعدامان و شان پیش یارگند شانی سرا مؤثر ببید و کم بکن و همه پیم جمعه خونین همه چیزی که ما شما هنو گوشگیم که جمعه خونین دیگه تمام نبوده، جمعه خونین تازه شروع بوده با امید ایشی که یه واجه استاندار بوده یک راه تازه برای ایشی که عاملان ای جنایت معرفی و محاکمه بکن
به یک نحوی شروع بوده و در آخر هم ایشی که مولانا عبدالحمید صاحب ای جلسه شرکت کد، ایشی به نظر من هم چون من پیشنهاد کنم که مثلا آواجه حتی اگر در آینده ای استاندار توانت در شورای تأمین تها هنچو که مهامی او در رو نندید یکی از بجا مولانا عبدالحمید و من پیشنهاد کد که مولانا عبدالحمید حتی نباید در شورای تأمین بنندید بلکه وقتی نماینده خاصی دیم بده و در جلسه یا هم همی پیم یعنی منیوتی نظر هم شد که یک نماینده خاصی دیمی بداتیم، بله به هر حال یک سری مسائل و مذاکرات پشت پرده ای ها که ما شما شان صحیح نہیں، شاید یک قول و قراری برای حل این مسائل دیگ بوده و ما زانی که عاملان اصلی مزنی سرانند و نهایتا ممکنه کلانتری 16 ها یا چند نفری که آیا صلاح بوده که مولانا بیاد یا میاد هنگه زود تیم، پرچه که تازه یک مسئله پیش آد که و مولانا شمی نظرانه بیش کند و در آینده اگر مذاکراتی بید، اگر مسئله با مذاکره مطرح بند او دا هم شمی نظرات جامعه عکس العملانه بگندید و توانت وتی روشانه هم به بدلینید و ای همه پیم که با یک دو نفر چه دوستا هم اشاره کد ای استانداری دیگ به چند لحاظه، یکی که دولت هنو ترسه و در حالت جنگی هند و شی که لوٹید ملتان و مردمان و قومان قوت بکم هنو یا هنچی امتیازو که استاندار محلی دیگن و یکی دیگر همه وعدهی که پزشکیان کتا که من از مناطق مختلف کردستان، بلوچستان، خوزستان، جاهای دیگه استاندار محلی علم و به این مردمانی که به آیش رای داته کول و قراری داته و در نتیجه هیچ ربطی به این جنایت، به این قهر مردم بلوچ، این قهر تنها قهر مولانا نهند، قهر تمام مردم بلوچند. اگر این حادثه تا 150 تا 200 نفر کشته بوده، این حادثه شان تمام مشمی براد سیاد قومند و تقریبا تمام بلوچستان در برگرند و اگر هر کس هم صلح و صلاح بکند و اگر بازینی هم به پیش پای محاکمه هم بیاد، این جنایت هجبر مردمانی دلا در تاریخ معاصر فراموش نبید و در تاریخ بلوچستانی تا هم شی یادگار نویسه بید که ما چطور سرکوب بودین دولتانی دستا. نو من تا همین اندازه گوشان که شما حق دارید جز بکنید و ایشی امتیازی نهد به خاطر خونبهای شهدای زاهدان و خاش ببید، بلکه امتیازی هست که در شرایطی که هیچ کس حاضر نهد به پزشکیان رای بدن و با همه این نارضاییان یک قشری چه مردمان بلوچ حاضر بود که پزشکیان رای بدند و همه کمین رایان سبب بود که آیی کامیاب ببید و در انتخابات پیروز ببید. و به نظر من مسئله کشتار جمعه خونین سر جای وقت هست و مولانا عبدالحمید هم روی آی معامله نکند و مردم و دادخواهان و خانواده هم راضی نهند که آیان خون سرف په یک استانداری که شاید چه آیان وطیگ هم ببید وقتی که در سیستم آیانین، وقتی که واجه باوجودی که میشمی براتن تو عزیزه بل هماین سیستم تا هنو کار کنگه و یک زمانی هم جزء گزینش دانشگاه گزینش استانداری هم بوده، پس روی مسائل اطمینانی چه آواجه ها اطمینانش ها و نتوانیم ما آیا بگوشیم که امتیازی
در برابر خونبهای مردم شهیدان زاهدان یا خاشه. مهربانی او منا درگوز بکنید که دراجکش بود. باز حاجی وقت سعید امیری دست بند صحیح شما ساید مدیریت کنید. تیابر صحیح اصلا چیز جتا امداد خان مشخصا ملت بلوچ نتوان کس معامله کرد هیچ چیز جتا انقاطی کرتن درست نیست و عزیزان من یک خواهش دارین عزیزان که مثلا کامنت دادن و فلان سل کنید ای که مردم یک جای نندی تو گوشه لینگش کن باز واشین تحت فشار به و یک نقطه بازدارندگی داشته به یعنی مروچی استاندار اصلا توانن قبول مکنن مشما یک گجری را بشتین یک پایداری را بشتین چی از اصلا این شهریاری را بشتین که ضد بلوچ ترین فردن ضد سنی ترین فردن تا مشخصا پا مشما بازدارندگی چیه توانایی چیه غیر شیشی انت که باید مشما و ترای تا دا قوی کنن سعی مبید که نفاق باعث بید که مشما بلوچ هم پروش بورن این مسئله سلام گوش اگه مشمار نیروی دیگه ای است توان دیگه ای است یک نوع کنش دیگه ای هستن چی مورد هم اگه گوشم من نتواره بید واجه خانم شارو و شاتگه واجه بندوی صاحب بفرماد شما انو نبره کنید یا نه او کم و گیش تقریبا به قول معروف خطیت دستید ها بحث چی سرند و شما در واجب برای بنظر ما یک نکته سکی وحشی مطرح کرد که شما باید شروع بکنم بسیار ما کسانی که به عنوان فعال سیاسی آینی که تا آیند فعالان سیاسی و آینی که در آیند دو تا مختلفی شرایطی تا آیند شما کسانی که ته هستی به عنوان درگیری برال گومی چستیران سیاسی که هستن به شکل علنی غیر علنی هرچی هست بوده دیگه شبیه شرایط تو بوده شما بودن شرایط بهتر شما تشخیص دهید و همین داستان که به قول معروف مایکینگ دارن نشتگین بوشش بود لنگش که واقعا غیر منطقی است که یک همچین خاصی ببینید که یه پمبلوتن بگوشین روشان نو ادانید که خب برحال ما به عنوان فعالان سیاسی خارج از کشور خب دقیقا با توجه به شیک خواهان اساس سرنگونی سیستم و این ساختار هستیم خب کاملا طبیعی است که هر نوع همراهی و همکاری از دیدگاه ما کمک کنک به ادامه حیات همین نظام همین سیستمه اما واقعیتا او تا با کسانی که بود مستقیما درگیر لحظه به لحظه مسائل هستند بوده خب کاملا متفاوته من شخصا فکر کنم خارج از موضوع گیریان حزبی که مثلا باید ببینید ولی من فکر کنم با توجه به ایشی که بلوچان و بخصوص برال شانی کود مسجد مکی تا هستن و مخصوصا مشاورانی که مال مولوی همین صاحب بودن دوربری بودن شم سک زیاد تلاش همیشه بوده فشار یارک بوده که برال یک نوع تبو شکنی این فرقه 12 امامی صفوی انجام بدن پس چی که آینی دینه تها آیانی اصول فقهی تها اگر چنانچه یک مقام سیاسی بالایی بی این جهلینا بلوتک شیعه 12 امامی و زیر سایه یا زیر برال قدرت آب مقام بالا بلوتن کار بکنه یه چیز به قول معروف غیر مذهبی پایه نو اداره که به نظر من در ارتباط با این قضیه با توجه به این فشارانی که از طرف مردم با تمام سختیانی که جمهوری اسلامی سرش یارده حالا چه کردام و چه عربام و چه بلوچ هم ببن ولی مقاومتش کرده نتیجه همین مقاومتند که نهایتاً و از یک طرف دیگه با توجه به 40 و 50 سال سابقه واقعا خیلی لکهداری که سیستم بودن هشته
الان رسته به یک نقطه بسیار بسیار ضعیفی با تمام میشی که حالا اصلا ممکنه خاص نمیشیم ببوتیم، ولی الان از نظر موقعیت یک موقعیتی تا قرار گرفت که بالاجبار بیت دست به دامن یک ترکی بی که از یک ملیتی به هر حال آذربایجان دیگه، ترکتن دیگه، و از طرف دیگه پد هم همایی لابد هم موقع همه حساب کتابانش هم کرده این تو چین قول قرار بده پس که واجه کار باید تی جنی مطرح کو که من هر چی بی اول مشورت کنم گو دفتر و گو نظر واجه و آقا گوره یا انشه ادانید که یک همچین حالتی وقتی که بیت یک نفر بلوچی را که به عنوان استاندار مطرح معرفی کنن تو ایشا، من شخصا فکر کنن که ده خب مولوی عبدالحمید صاحب به نظر من کار بدی نکرد، کار خوبی کردی که به اصطلاح رفته به خاطرش چی میخواست بوده ما لوٹتا، حالا که کرتگو ما آماده برای پشتیبانی هستیم. اما او ایشی که بوده مولوی صاحب چونین گپ جد حقیقتی وقتی که من گوشم داشتن تشان و خب جای نقدت واقعا وقتی که آقای کس واجه کار آقای شهریاری سخن از استاندار سایه که یعنی ایشی که دقیقا همین جمله معروفی که میشه هست وقتی که آقای خاتمی رو گوشتی برحال من به عنوان رئیس جمهور یک تدارکچی بوده وقتی که رئیسان جمهور تدارکچی آخه استاندار دیگه بدبخت کنی چی چیزی توان دستی ببین نو ادانید که به نظر من چون این تبو شکنی انجام ده یک بوده تبویی که برخلاف در واقع فقه فرقه حاکمه شی معنیش این که واقعا یک مزنین زورشان مجبور کرده که حتی وقتی اصولان بپروشن اصولان مذهبی بپروشن و واقعیت هم همیشه که اگر چنانچه مثلا ایشان باند پوشه ممکنه اجازه بدن که اهل سنت که حالا استاندار بودن اجازه هم بدن که تهران هم بلکه مجری پیم بکنه بعد مشهد و نازان دیگه شهران بزرگی تا که هستند اصفهان و جهان مختلف دیگه که ایشان تماما بستگی داری بیشی که تا چه اندازه مردمانی که مختلفی حوزه‌های جغرافیایی تا هستند مثل بلوچان چون که ایشان به شکل متحدانه پیگیر یک مطالبه ببن یک خواسته ببن چرا آیان که بوده هستن آیان بوده خواستار سرنگونی سیستم نهند مثل من و مثل ایکس و مثل ایگره که به قول معروف درانشتگی نشن آیان بوده با توجه به شرایطی که هستن تهی بر همه به قول معروف ویژگی های خاصی که بوده نازکی حالاتی که بوده هستن شین آیا بوده برای مبنای که باید تصمیمانو بگیرن ادانت که من فکر کنم مثلا مولوی عبدالحمید در ارتباط با این صحبت ها بوده با توجه بیشی که این زبان نقدی محکم در ظرف 2-3 سال گذشته و تا محکم پیش داشته خیلی عالی بود همون حالا من نزانه یه برام بعد از واجد شهریاری گپان بودن یا قبل از واجد شهریاری گپان تاشی من نزانه ولی خیلی مهمت که به اصطلاح این مسائل مطرح کنک بودن که اگر چنانچه یک استانداری که بلوچی هستن به همه حالتی که اختیارات در دست شورای تعمیری که رئیسش هم استاندار بوده که اجازه دهند که بیایند ادا به قول معروف جنایت خونین مرتکب ببه آیا همین استاندار هم تا همه اندازه همایان هم اختیارات دهگه بید یا اینکه به اصطلاح همه کسی که به عنوان استاندار سایه داری خبر کند بشی که استاندار یک چیز دیگه بشی واقعا من نزانه یه آقای شهریاری پچی بعضی وقتا چوشین به قول معروف گاف دانتین تویشا ولی خب برحال گوشتیه برای یک خبریت که واقعا به نظر من یک خبر بسیار بسیار علنیت اودن که ماهیت خیلی حیاتی و کاملی نظام مطرح کو و بخصوص اگر چنانچه واقعا و شاید هم اصلا عمدنی خبری کو به خاطر چی که وقتی که یک نفر بلوچی سنی لوتیت استاندار بیت بودن و برحال از آنجایی که من هشکوتت واجد بیجار برحال از قبیله خوشنام شهلی برن در اصل و با توجه به توانایانی که تنی وحدی بودتگندی هم پیش دارد بوده که بنا به توانایانی بودتگند که مجبور بودتگند به قول معروف این سیستم
معیارانی که هستندش برای یدگرا معیاران امنیتی که برای هستندش برای کلا نکنندش، ولی شرط دیگه بنا به ضرورت هایی که دیستگش یه سری توانایی هست داشته شده. این نظر توانمندی پس آدم توانمندی و با توجه به اینکه ما مطمئن شده مجموعه تحصیل کردگان بلوچی که بوده هستند بلوچستانی تا حالا نباشین 100% ولی اکثریت قریب به اتفاقش آدمای هم توانمند و هم و ماشین رو مطمئنه و همچین موزگیریان درستی کنشی بیانگر این قضیه باید ببینید که به هر حال مجموعه ای که دور اطرافی هستند به عنوان مشاورانی خب دارای همچین دیدگاهانی هستند که به هر حال با همکاری همدیگه یک همچین موزگیریانی گره بید. چیک فراموش مکنیم باشه مولوی عبدالحمید این توانی که شویتی پیش داشت یا این شخصیتی که ایوتی در ظرف این 2 سال پیش داشت خب واقعا از به عنوان یک چهره منطقه‌ای در کپتان به عنوان یک چهره ملی و به عنوان یک چهره بین المللی حتی هستن. این که خیلی مهمه موضع‌گیریانی که مولوی عبدالحمید کنته واقعا داره وزن ببن روگی بودن به نظر من در هر صورت با توجه بشه که موضوع جدیدی پیش آمد یک تبو شکنی جدیدی بود. من شخصا فکر کنم کار درستی بود به همراهیم که رفتگن تو بودن و حالا باید بگندیم آشما که یا شما که مده هستی حالا برای ما که نگندید دوره ولی شما که مده هستی بگندید که حالا استاندار در سایه آقا شهریاری که این تو کجا این تو چونینند و به اضافه ایشی که ماهیت در ظرف باور کنه یک ماه تا روشن کنه بید که آیا این واجه هم به عنوان محکومند که به یک تدارکچی ببیتیم مثل استانداران مختلف یا اینکه واقعا الان یک سری تحولات جدید بلکه پیش یافته. اگر تحولات جدیدی پیش یافته تغییرات جدیدی پیش یافته به خاطر تحولات محکمی که امید ملکی تا بوده فراموش مکنیم آشما همین واقعا شهامت و جرأت و شاهکاری که زیاد فکر کنه دختر خانم دانشجو بودن در مقابل این تبوی تارموی جنینان جمهوری اسلامی این همه نیروشته وقتی یک همچین حالتی انجام میده وقتی پوچانش درتگتن تو شیبید کلا اما پوچانی هستن در که دور دادن این نوع حرکات واقعا به نظر من بیانگر یک سری نشانه هایند که اطلاعاتی که بلوچستانی تاها هستن از بیشناسنامه بگر عقب ماندگی تحصیلی بگر فقر مطلقی که اصلا مادر تمام فسادها و مصیبتانه خب شما آمدانه بلوچستانی تا از همه دوران پهلوی بگر تا الان حاکمش کرده که با خاطر این فقر وقتشن به جان همدیگه بکپ همدیگه رو بکشن در این حالا مجبور به مهاجرت ببن برای جهان مختلف که گندی نصف جمعیت کشوران عربی حوزه خلیج واقعا بلوچ متاسفانه و این همین داستان برای نموده به شکل‌های مختلف دردان سک بازن این طرح توسعه سوال مکران هم واقعا یک چندش آورین طرح هر وقت نام میگیره که بی حتی ما که بودم متاثر نه مستقیم از این مصیبت ها واقعا جان پوتان پا دیایند که چه مصیبتی ما بلوچان کپتگیم الان با توجه به یک همچین شرایطی که هستن تو بودا که به خاطر موقعیت استراتژیکی که بلوچستان هسته آقای هویدا تصمیم میگیرتن که بلوچان در بکنید و کسان دیگه بیاری و الان هم جمهوری اسلامی هسته تری اصلا همیشه که بلوچ اصلا جست کنک میبیتن و 10-20 میلیون نفر از جان مختلف ببرن تو ودا نزان شهرهای به نام اصفهان و شهرهای به نام استان نزان مشهد خراسان و نزان و پهم بکنند شد ادانت که شاید دردان سکی مزنینیه که ادت حیات و سرنوشت و آینده نسل‌های بعدی بلوچ مطرحه بلوچی که در واقع طی هزاران سال واقعا تو آنتگی داره یک هویتی که بی همین سرزمینی تا که پوید نرفته به خاطر شرایطی که بودگی بلوچ چون تکنولوژی رشد کرده اهمیت استراتژیکی مثلا در ارتباط با معادن و در ارتباط با اقیانوس عمیقی که هستی همیشه که گندگین که گلاشن به هر حال چوکچین کنگن بلوچی جندال چوکچین کنگن چرا در مجموع عزیزان ایشی شمایید که مسئول مستقیمی ماهایی که اینگو در واقع توانت به یک شکلان دیگری تو زندگی بگذارین و جذب همین گو بین ولی در این حال به خاطر ما
حس مسئولیت درونی که بوده و هسته توشان احساس کنید که به هر حال از راه دور و تر شریک آدردان گندگی و به یک شکلی سعی کنید که و تر همدردش ما حداقل بزنه اگر متونیم به قول معروف هم کوپک گوش ما بوده ببین ولی شین که اون شمایید که باید تصمیم میگیرید همین عزیزانی که همون ملکه تا هستند با همین مصیبت دست و پنجه نرم کنگن سر تعیین کنندگی سرنوشت دست هماهنگ کمود تا آیندشان در مجموع من شخصا خلاصه میکنم میشه که مولا عبدالله میدیده به نظر من و مشورتی که در هر صورت حالا من نظر من متوجه بودم که شما ممکنه مثلا پشت پرده ها هم یک سری شاید دیدارها و گپ و طالان بودن آن در هر صورت حالا احتمالا نه شما زانی یا اگر هم کسی هست که زانتش رو نلوٹی مطرحش بکنی بحثی دیگره ولی در مجموع از هر جنبه و از هر نگاه بلوچین بیچارینی که انگار مثلا یک نوکی مهمانی یحت بلوچستانی تا بلی که بلوچی ولی با توجه به تبو شکنی اولین تبو که در واقع پروژه بوده حالا مسئله که بود نظر دکتر دانش ناروی برای یک مدت کوتاه استاندار بود آیا اصلا به حساب یارگم نبی پچی آوادی اصلا شام پایش محکم نهد همه روچان اولی که شروعش کرده بودی پای محکم کنه که دیستی فاجعه ایدگاه زاهدانش هم آوردی هم وجودی ها و بعد از اینکه روز پر روز قوی تر بودن دیستین که روز پر روز هم برنامه‌ای که لوتن اجرا بکنن بر علیه بلوچ نظام سنی عمری فلان فلانی که جایگاه بوده نباید بی خب دیستین که سرکاش پیش برده دارن پیش برندشن بنابراین بگین حالا این واجه استاندار اولا چون که اختیارات دارند و ثانیا این واجه استاندار چون که در ارتباط با توانایانی که ایدگه بلوچان بوده دارند و شان اجازه بید که شایان استفاده بکنن یا اینکه مثل امیدگران تبدیل به یک تدارکچی یکی از زیر مجموعه های تدارکچی استان رئیسان جمهوری بیتن توشانش یک بحث دیگره ولی در مجموع به نظر من یک تبوشکنی که در نتیجه فشار مردمان رژیم و تار مجبور دیستک پاسخ بدهد منتوار باشه وقتی گشتر نگران که در نفرات سک بازن تو برای میدانه که ما گشتر بهش کنیم باید که بهش کنیم چیزانی منت منتور واجه بندوی صاحب شما فرد حزبی و چندین سال زحمت کشیم بنده به شما اصلا همچه به وقت جرأت یا ندین گوشین نه عزیزه که مثلا توقع دارن که مولوی صاحب برانداز بیگوشی براندازه مگه مولوی صاحب جتن کار داری پیشان یک لحظه تنیت کنم به یک شیوه ای که اصلا قبولم مکنن و تزانم خدا و توانایی مدن ولی توانن تر کاری کنن من کاملا گوشمه برم موافقم اگر دیگه بری هم داره شما لوټه در نوبت دوم باز در خدمتتان واجبندوی عزیز شما همه توارت بانوکشارو وشاتگه بلوچی یاد گفتگه یا نه بفرماد درود بر شما. تمام تلاشمو میکنم که بیشتر شنونده باشم تا یاد بگیرم. من در کنار شما همطور که گفتم قبلا هستم. راحت باشید، با زبون خودتونم صحبت کنید. من میشنوم و یاد میگیرم. مرسی از همه و درود و سلام بر همه دوستان. درود بر شما. زنده باشین بانو شاروی عزیز واجه آمد واجه آقای سلطانی رضای ببخشید رضای شیرازی خوش آمدید واجه کریم وشات استاد احمد احمد نه ای احمد است شما واجه احمد مایک نداری السلام عليكم. شما خوبم براسكم سلام واجم شما خوبم سلامت تواري مني کم جهلم برسروک آورده خوبن ولی کم که جهل توار استی گوشی کم مشکل دارید یه بخشش بی مواب کنید نادرون یه گوشی میره من سعی کنید دفعه بیاریم به میکروفون پانا دا و خبر دین شما موچنی حضور سلام دارین دست باسته شما موچ واجه و بزرگ و استادان شما
مجلس و دیوان انت مردم هندی بار یعتقی او چیز یعتقی و خوشحالون کشمه جمعیتا و چشمه بیان استفاده وکنی و یه تایتل موضوع یشن که مولانا عبدالحمید صاحب شتن پر معارفه استاندار جدید آقای بیجار بیان کاری وقت یا نه اصلا شرایطی حتی بعد شتنه ما شتنه اول ماشما یک شناخت بعد گواندی مختصر نزنیم برای آقای بیجار ماشما درسته کنه یا نه کنه ماشما تا حدود شاید کمتر کسی بیش نزدیک آقای بیجار ملاقات کرده ولی تا حدودی که مثلا امریکا مردم اوشکیتا یا آقای بیجار یک انسان دردمند بلوچه یک انسان متفکر بلوچه و یک انسانی که در خدمت بلوچه یه چیزانی که مردم چه کل یه دیگرن که گونه سر و کارش داشته مشکلش داشته و شما اول سر همی وزارت کشور تا بوده و استانداری تا بوده یعنی یه سیستم یه روال اداری نشانه موچن بلده وزی آقای دادشاه گوشت که دوشین همی دیوان تا گوشتی که همی یه سیستم تا یاته نه به یه احتمال داری البته وقت نگوشتی که پاکا یرگن گوشتی احتمال داری که مثلا به خاطر که یش قبلی استاندار آقای کریمی معاون بوده احتمال داری یشم دست نشانده آقای کریمی باید گوشین که یک مهره نظامی و تو بنا به شرایط امنیتی که استان تا پیشیات مجبور بودن یک مقام نظامی را سپاه تا بیارن بلن استاندار یعنی آقای کریمی اصلا زمینه استانداری نداشتی که بیارن بلن تی استانداری و چیزش کشورداری و استانداری و شی چیزان مطالبه نزان طرف فقط به خاطر که یک مقام امنیتی هات مجبور بودن یا خلاصه توانتش قدرتش داشت یا وشتش استاندار و آقای بیجار شما یعنی یه وزارت و فرمانده چیه یه استانداری و فرمانداری یه روال و یه چیه وانا کامل زانت و بلدی و همون شکر خدا را شکر الحمدلله دردمندی مردمیه و مولانا صاحب اگه شو په جلسه په یک آدم بنا به شناختی که آقای بیجاری داشته شو په یک دردمند یک آدمی که درد بلوچ به جانه ساکن شکر برای مجلس معارفه و شتا و ماشما بلوچان شگواندی مثلا یعنی 45 سال که مثلا یه حکومت یا تا کاره سرا یه 45 سال تا ماشما استانداری بلوچ نداشته اصلا فرض کنه ماشما واتر پدا برن به 4 سال دیمتره فرض کنه ماشما 4 سال دیمترین مثلا چیه یه تاوان فضاوه تاوان یه مسائل 2-3 سال پیش شام پیش نیاد که ماشما سال 1399 تاوان یا سال 1398 تاوان اگه آروچه تا په ماشما یک استانداری بلوچه و اهل سنت و ماشما جنده جنساش بشتینه ماشما گردن گلو بالتن و تی پوسته تا جاو نبوتن و باز خوشحال بودن و آقای مولانا عبدالحمید یک آدم مثلا براندازی نیه که مخالف یه حکومت بی و یک انسان یک همه جامعه و تا داری زندگی کن و داری همه نظام پرچم چیرا داری خلاصه و تی چیزی که بلوچه خیرائین بلوچه نداری چیه وکن با دیما و شیر دیگه مولانا عبدالحمیدی چیه و کارنامه و نشان داده یعنی سال 1367 8 68 9 لاتین مثلا مسائل هم پیش یاد که مولانا عبدالحمید اگه بلوتی تینه که یک دغدغه ملی برای مثلا دغدغه ملی ایرانی برای جانا ساکمه بودنه تو انتنه مثلا خود بنا به رجوعانی که برای بود تو انت بعضی مشکلی هم په بلوچستان پیش بیاری هم پر دولت ایران پیش بیاری ولی به خاطر خیر بلوچا و بلوچانی ساعتتن خاطر تصمیم گهترین تصمیم ریگه و ای فکر و ذکر و ای دغدغه بلوچانی ساعتتنن او زانت که شرایط چیین مشکل چیین بلوچانی مثلا مشکل چیین مردمانی مثلا درد چیین همو چیزا آگاهن همو چیزا صحیحن همو چیزا سرپدن و یکی مثلا ماشما بگوشن که انو مولانا عبدالحمید چو معارفه و اتها
بنابر یه دیگه یشن که جامعه خونیننی هون پایمال بود نه اصلا دیگه پروسه اصلا دیگه چیه دیگه خبریه دیگه خبریه یه دیگه خبریه انو پماشما یک استانداریش یا ورتا شماشما جنده جنساین شماشما جنده مردمانه یه یک کون مثبته وقتی که یک کون مثبته بی مولانا عبدالحمید وقتی که دولت یک کون مثبته به بلوچ نشانه ده مولانا عبدالحمید شی که استقبال باید کنشه چیزا یه هر مثلا هنو اگه ماشما یکو ماشما را وزیر اهل سنت ندن دولت اول یک استانداری دن گور مرحله بعدی دیگه چیزی سومی مرحله گام به گام مرحله بعدی دو وزیر یک وزیر دو وزیر سه وزیر به نسبت جمعیت ماشما تو انا وتی مطالبه گری نبرن بالاتر به نسبت فهمی که شرایط جامعه تحت چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اما چیزی که ماشما را مثلا اختیارات که داته انو درسته انه هبر باز مثلا پچالش کاشتن یمنی هبرنی تا منو زانی که یمنی هبرنی پچالش بلوت کاشه موت هزار جواب داریم پمی وتی جنده هبرن ولی شرایط میشن که ماشما گونه روبرو شرا و ماشما دیگه ماشما این که زور قدرت ندارن که یه شرایط بری راحتی آواز کنه مولانا عبدالحمید نه وشون داری نه لشکر داری نه یک ارتش برای خدمت اینا ردیف بودجه برای تعریف چی و بی ای اختیار قبلوتی تعریف کن یک جای یک کار کن یا یک جای یک سامان دن همه مولانا صاحب تو همه مسجد تو همه مردمانی کمک کن گو همه چیزا گو همه مردمانی که برای احترام هلن تو په دینه واسطه و اولاد مردم متاسفانه دیگه البته نوش متاسفانه هر کس یک نظریه داری اما این نظریه ارگه همی یعنی چه مولاوان یرگن مولاوان آرگن نه مولاوان هی همه مولاوان گو همه چیه و بلوچ نتان ساعت تا گوتی همه راهنمایان گو همه وتی بارگین چیزو که گو همه بارگین علم کانو داشتهش یا اختیار که داشتهش ماشمارش بازی پی چیش گوازین تا انو اگه که سه کنه مثلا که مولانا چی کاری کرده همه مولانا یک چیزی باره تماش ما برون یک خبری باره تا برون همه کشی مثلا برادر کشی ما کنید قوم و طایفه اون گوتی هم دیگه درگیر ما بیت واتراب ساعتت واترا چی ما کنید یه چه چیزی و یه دردی که مولانا داری یه مولانای فکری که داری ماشمارا منه کن وقتی که به ماشما ثابت مولانا صاحب وګورم صد خورده یه نفر که جمعه خونی نیتا کشته بو مولانا راست وشته تا شیرش مر کوله دین شمار شیر نوشته و دین شما موچو هم وته زانید اگه مولانا صاحب راست ما وشته تنه هون یه کشته ونی یه شهیدنی مثلا هون پادا هیچ قدرت و هیچ کس دیگه شماشما بلوه چند تا چی دن نه چی تا نتواند که یه ماشمه تواره بری دنیا و برس یعنی مولانا گو موزگیری درست یک آروی چه تها کرد و صحیح ترین جایگاهی که قرار گرفت و صحیح ترین بیان آنی که کورتی در چارچوب ملی گرایانه و انتقادی مگه داشتی در چارچوب ملی گرایانه مثلا چیوان بلوچانی و مچ ملت ایرانی دردان و دغدغه ونه بیانی کن نتواند که واضح واترا جتا کن گوشی من یرگون که سری انگب چاس بینا ہمارے که واجه عبدالرؤوف پرندوشی یک جوانی خبری دا گوشتی ماشما بلوچان تاک یک کوچکترین خبری گو یک کلوتن دیان سری ماشما را انگ تجزیه طلب جنان سری ماشما را وشان که تجزیه طلب یرگان تجزیه شما تجزیه طلب و اصلا ماشما را مجالی و ندین که ماشما وتی اصلی خبر ابدیان و مولانا صاحب اگه خبری اونده عادی چیزانم گندی که وتی خبر نودان و دیگه منی خبر همیشه تو بحثا گشتر دامو ندین که بلکه به حاشیه و برو و چشم چیه همی چشم بیانن استفاده وکنیم منتوار واجه احمد جان بازوات شیطان تیابر فقط خواهشان جمعه خونی نه هیچ خبر پاچ مکنن چون اصلا ربط به هم نداره خانم دل عزیزم خوش آمدین واجه استاد کریم عزیز استاد کریم سلام و درود دیوان و جهان و بانوکان دیوان نندوکان خوشحال بیتم که دیوانا تقریبا ملک دراهم بزرگان دا حضور هستند
و بس اینچو سنجیده هند اینچو جدی هند که مردم برال گو ای اعتماد به نفس کانتنت که گوشدارو کدرو انچه مردم هند که سیاسی میدان تها یا سیاسی فعالیتان تو که واقفه و پجارتگی مردم هند. و ما اول دیوان رو نیاد کند ما وادی یاد کند که مهندس رحیم بندوی گپات مجیبند که شاید ما و رحیم موضع سیاسی سک تفاوتش هستند و آها خب بنابر موقعیت وقت که دانا نشتگند یک چیزی لوٹند و ما که تها نشتگند دیگه چیزی لوٹند اما مسترین گپ بشین که ما یک دیگر موقعیت فهم کوت بکنین یک دیگر وضعیت زانت کوت بکنین و براحتی اچ کسا چه میدانا در مکنین گپ بشین که درست بلوچ اک و حقوق نیست کسی که بگوشی که من بلوچ اک و حقوق مخالفه یا آیه لوٹک شاید نوشین گپی چه آیی که ایدانشتا جود کانت و چه آیی که چه درانشتا چه وڑین جود کانتینت البته یا سری عملای خشونت آمیز هستند که ما گوهانا برال شاید ام طبیع و همراهی کت مکنی یا ما آهانا شاید سودمند هم مگنده وتی جاها که تفاهمی پیدا بیت نکم ولی در کل اشیا گوشن که بلوچ حقوق مطالبه هر یک گروه هر یک جریانی هر یک سیاسی فردی بنابر موقعیت بنابر اقتضاعات جغرافیا وضع موجود خب متفاوت هم بیت کد کنند این تفاوت یک چیزیه که مردم باید هیچ کس فکر نکنته هیچ کس یک برنامه پیروی نکنته تنوع در مبارزه سیاسی تنوع در نوع مطالبه خب یک جامعه زنده بخشی از هستی آیند و هیچ جامعه نیستند که آی تو کا دراه چیز یک رنگ ببیتند سیاست یک رنگ ببیتند مطالبه یک رنگ ببندند حرکت های اجتماعی یک رنگ ببندند ای اجتماعی جامعه که آی تو کا زندگی هستند تنوع اتما هم آی تو کا هستند و قطعا میگرا هم هستند و ما ایشا یکی از ظرفیتان اجتماعی وقت گندیم ولی شرط اشین که ما ودما و تا هیچ کسا اینچوش مخالف مبین یا اینچو یک دیگر گو ضد مروین که حذف کننده یک دیگر ببین بلکه شاید گپ بشین که هر یک که جو طوری ببیتند که اگر دومی یا کمکی کت مکانتند دومی که دیمپان مبیتند این یک برال چیزی که ما یک خاص تحلیلی رند برام ولی گپ پیش گرفتند اتفاقی که زی در معارفه کپت و خود پیشجایا بود که یک بلونداری زیرک بیاگنتی نفس خود ایشی که استرای ما مهمند چی کد کانتنت شاید در مرحله بیجار بخشی از این بوروکراسی بیجار بخشی از امی سیستم استانداری رو چه پادت کرد و اگر اتکا مرچی استاندارا بودتا خب تاییدیه سیستمی هم هستند ایشی که یک چیز کامل کانتو چیه نکانتند خب اما چیزی که می واسطه مهمه نفس ای امرند که برای اولین بار بعد از
یک قرن از ادغام ای جغرافیا با دولت مدرن ایران ای اتفاق کپگیند که اشتراک قدرت سیاسی ترا قبول کنگند. ایشی نفسی مهمه. یعنی بلوچا در این 100 سال از ادغام این جغرافیا با دولت مدرن ایران اجبر آیا وتی جغرافیای توکا حق حاکمیت هیچ بلوچ نبوده و مرچی ایشی اگه قبول کنگانتی اگه آی ایشیا ضعف و جیا ای چیز ای امتیاز ما را دیگه یا می جود سبب ای امتیاز ما را دیگه در هر دو حالت ای پمی واسطا به معنایشیه که ما را در این جغرافیا حق حاکمیتش منده چیزی که چطور پیشتر نبوده ایشی که بیجار چیه کت کنتنت هیچ کس ایشی گارانتیا کت نکنتنت هیچ کس ایشی تضمین نکنتنت شاید بیجار از هر استانداری ضعیفتر ببیتن شاید بیجار چون که بلوچه همچو آی دیما اما قدرتانی که هم قدرت دستانته آی دیما مشکلات ایجاد بکننته آی دیما همچو سنگاندازی بکننته که آچه هر غیر بلوچها ناکامترین استاندار از نظر مدیریتی ببیتین و ایشی احتمال کم هم نه و آروچگین جلسه توکا دقیقا این موضوع و ترا پیش داشت اگر یک دقت کت اگر در این جلسه توکا ولی ایشی که بلوچ حق عاقبیت و تی جغرافیای توکا من نگبیتر نفس ایشی نتیجه یک مبارزه طولانی جریانات مختلفه چه جریان روشنفکری ببیتین چه جریان احزاب ببیتین چه جریانات سیاسی ببیتین و چه شاخصترین نمود نمادی که مولوی ببیتین به هر حال درستانا پری اک حقوق واسطه جهود کتگ رستگند که بلوچی در مقام اول استانداریا به عنوان نفر اول حاکمیت استانداری نشته ایشی برای ما یک دستاورد سیاسیه منی زندگی تو که هیچ تغییرات نکن من نمانی آب موضوع حل بی نمانی برکه موضوع حل بی نمانی رودانی مسئله حل بیتین نمانی کشتار سوختبر موضوع حل بیتین شاید هیچ چیزی موضوع حل مبنتین اما ایشی بیتین که اقتدار سیاسی توکا ما به عنوان یک کسی که شریداره منی حق بوده من رسته و چون که من اقتدار توکا ها ضمنشی که من وقتی استان توکا تونه اقتدار صاحب اقتدار با در نتیجه من در روابط با مرکز ام تونه مطالبه گر مستقیمی ببم مرچی کابینه توکا بیجار رو نندید اگر بیجار بنابر هر ملاحظاتی ممکن انتشار در مکانتین باندادگی یک استانداری از شخصیت های سیاسی کاریزماتیک جامعه بلوچ از احزاب جامعه بلوچ از تحصیل کردگان جامعه بلوچ بنابر یک تداوم مبارزاتی یا بر سر اقتدار کهتین آیی منی اقا دفاع خود کن جامعه بلوچ ها در مرکز نمایندگی کد کندین چیزی که در این 40 سال ما را نبوده که یکی نماینده بیکن جز نمایندگان مجلس بودند که هم باز وقتی محدودیت و محدودیت هستند ایشین که استاندار بلوچ نه اتفاقی و اگر ضعف حاکمیت هم تو بگوشهی ولی ضعف نتیجه یک سری فشارهای سیاسی نتیجه یک سری جهود سیاسی نتیجه یک سری تلاش‌های سیاسی و مبارزات سیاسی بودند و ما اشیا شر زانم که مولوی ها ای دیوان توکا حضور پیدا کد نشانی داد که ای استانه واهند ماه و هگه میاد که اهمیت موضوع کم بیتگد و شاید در رایزنی ها هم و چه بسا امکان هستند که آنها اصلا بیجار جند ممکنه با توافق مولوی هم هست که
این امکان هم مردم نباید فراموش بکنید. ولی امشی که یک اتفاقی کپتا می اما کسی که گشتری مقاومتی کشتا، گشتری سختی کشتگان، اتفاقات جمعه خونین کپتا. خب چرا وقتی که یک چوشی موقعیت تو کار رسند حضور مبیتند، بلکه ایشی اشت مهر زاهدانه مردمانی خون بها نهند، ولی نتیجه اتفاقات ایشین که باید بلوچ امتیاز بدند و بلوچ امتیاز ادامه گرفته بعد از 40 سال. این و یک چیزی که ما شما به یک نتیجه یا بعد از مدتها در تلاش رستگنتی ایشی کم اهمیت زانگ مبیتین. دومی مثل مطالبات ما همیشه مطالبه گرین. زمانی که پزشکیان هست که حدود 208 نفر از کلیه دانشگاهی، فعالین سیاسی، نمایندگان مجلس درستان نشتند یک مانیفست مطالباتی با تمام جزئیات از سوائل مکران گرفته تا که تبعیض در مشارکت سیاسی گرفته تا هر جزئی مسائلی هستند. ما یک مطالبات مانیفستی جمعی با مشارکت کل جامعه تدوین بیت و امضا بیت و پیش بود. خب پس جامعه بلوچ یک جامعه زنده و مطالبه گری و ما هیچ مطالبه ها نگذاریم و ما هیچ وقت زهرم نکنیم. برچی زهر کنک وقتیه که ترا دیگه آپشنی ببیتین. می آپشن در یک جامعه که امکان فعالیت همیشه محدود و مخصوصین شرایطان توکاهند، این جامعه همیشه بر اساس امکانات وقت فعالیت کن و این امکانات فعالیت توکا بلوچان در سطح ایران ببخشید یکی از فعالترین جامعه اقوام بیده. اگر اولیگا تو کردستان بگوشه من گوش کد کنه بی تردید دومی جامعه بلوچستانه که صدای بلندی در تحولات، در مطالبات، در مبارزات در هر عرصه بودتگی و ادانه که جامعه بلوچ یک جامعه متنوع، پرصدا، مطالبه گر هستند و اگر در ساحت سیاسی و تشکل بگوشه ساحت سیاسی و تشکل ایران جنده ها مشکل هستند. مرچی شما کجام یکی باش بود کنه که کجام حزب نمایندگی مطالبات مردم کد کنه گد. هیچ حزب سیاسی چی نیستند. اما با وجود جامعه ایران همچنان مطالبه گرین. در بلوچستان هم گو که یک جریان یک حزبی یک پرچم خاصی نیستنتی، اما جامعه بلوچستان در تمام تحولات بخشی از جامعه مطالبه گر بوده و شاخصترینش جامعه مسجد مکی بوده و فردی هم اگر از نظر فرد کاریزماتی گوشه مولوی بیده. اشین که ما ممکنه در تحولات سریع و دگرگونیان فوری که در یک انقلاب اتفاق کپنتند آچیزان دراهین چیز در یک موقعیت تاریخی یا کسا حاصل نبنتند، اما ما در یک موقعیت تاریخی که بعد از انتخابات پزشکیان اتفاق کفت ما بخشی از اما نیروی سیاسی هستند که پزشکیانا نتوند ما را آشیا بجنتند، نتوند ما را کنار بجنتند، بلکه چیزی که به عنوان وفاق ملی گوشنتی و دیستگته که در این دوران توکا واقعا وفاق داری دوچار تزلزل بیاگند اقوامان صدا برز بیتا چیزی که به عنوان حاکمیت گوشنتند حاکمیت بخشی نکلیم و ادا که وقتی که وفاق سیاسیش گپ جد ما بخشی اینی کسانی هستیم که
اگر ما را مزرتینه وفاق نامکملت. پس ورود ما در استانداری یا در پسته های جانی بخشیه که حاکمیت ایران، یعنی اما چیزیه که در هر دوره که تحولات سیاسی در ایران اتفاق افتادند تحت عنوان یک گفتمان سیاسی خاصی بودند. خاتمی گفتمان سیاسیت، رفسنجانی گفتمان بازسازی و اقتصادیت، احمدی نژاد که خب چی، بعد روحانی روابط خارجی با ترمیم روابط با جهان خارجت، اما پزشکیان گفتمان وفاق ملیت. وفاق ملی یعنی منی که در آشیه بودتگند باید در وارد متن ببم و این وارد متن بوک زمانی امکان پذیره که منوط بخش فعال سیاسی اجتماع بند که تا بتونن در این قسمت حضور و بروز پیدا بکنن. و خوشبختانه اگرچه منی چارتر اف مطالباتی ها اگر دوستان هستند یا رستگانت مطالبه بکنند انگت از صدا شاید 90ش برآورد کنگ نبید تک، اما ایشی که در مشارکت سیاسی در رأس ارم استان هم مناظرتگه یک گامی از تمام مطالبات ما، اما ما همین یکی گاما هم خوش آمدید گوشن از آی استقبال کنه و مولوی برای ایشی که این یکی قامی در نتیجه یک مبارزات مدنی یا به دستیارته ارزشمندی زانتند و وقت روتن تریبونا و تی مردمان خطاب کنتند که ما در کنار شما برای این مبارزه هستند و این یک دست آوردی و این فکر کنم اقلانیتیه که آودا حد کو ای چیزی حضور کو. من خواهش کنم دکتر عبدالوهاب شعله برم هستند و آقای برزابیتند و توضیح بدانتند بحث بکند شاید می بحث غنیتر بیتند ولی من نلوٹن چه دگشتر و تی گپا ادامه بدهیم و دوستانا که اشکت دراجین گپا ببخشید که طولانی بود. منتوار ششمن وجه کریم صاحب، اگر موافق بید ادمین محترم، اگر موافق بید که زبان در واقع اتاق به زبان فارسی سویچ کردن که بچه که دوستان را من دعوت کرده عزیزای فارسی زبان بیشمارن teda و لازمه که زبان در واقع سویچ کنن به سمت زبان فارسی. عباسزاده عزیز خوش آمدید، تشریف بیارید بالا. دکتر شالیور عزیز شما هم تشریف بیارید بالا. خب موافقید که سویچ کنیم دیگه؟ نه شما اگر موافقید علامت تایید به من بگید. ببخشید عزیزان صدا من دوستان، من به عنوان غیر بلوچ برای من تفاوتی نمیکنه و چون اینقدر شیوا سخن میگن دوستان، اینقدر روشن هست که حالا یه چند تا کلمه هم یا واژه‌ای که به کار میبرید نمیفهمیم، ولی در کنار همین جملات که به هم وصل پیدا میکنه من متوجه میشم. ولی با این حال همیشه گفتم افتخاریه در کنار شما باشم، برای من هیچ تفاوتی نمیکنه. مرسی. بله ممنون. ممنونم. ما جناب عباسزاده بفرمایید بالا. من اجی زبان رو عوض کردم به زبان فارسی. من بله دوستان عزیز خوش آمدین. جناب آقای عباسزاده هم وقت داشته باشه اصلا تشریف میارن، احتمالا الان سر کار باشن اونجا. آقای شیرازی بزرگوار، متوجه شدید از متن به حساب بابت موضوع استاندار بلوچ و اهل سنت سیستان و بلوچستان که دیروز معرفش بوده و حضور شخص مولانا عبدالحمید؟ بفرمایید آقای شیرازی عزیز. بله، سلام و عرض ادب و احترام. بله، من در جریانم و من جز اون ایرانیایی هستم که روزانه اخبار و حوادث و رخدادهای
بلوچستان ایران تعقیب میکنم. حالا تو صحبتام توضیح خواهم داد چرا. و اجازه بدین قبل از هر چیزی از جان و دل به تک تک شما عزیزان سپاس و درود بفرستم. امیدوارم که همیشه تندرست و شاداب باشین. به علاوه اجازه میخوام مطرح کنم که این احساس شرمندگی ما فارس زبانان شماها بپذیرین که اکثرا فقط به یک زبان سخن میگیم. یکی از بزرگترین ضعف‌های به اصطلاح فارس زبانانه که من در برخی از اتاقها موقعی که با ترکا میرم و میدونم اونجا صحبت کنم تاکید میکنم که نظام آموزشی جامعه ما آنچنان باید پس از جمهوری اسلامی متحول بشه لااقل در نسل‌های بعدی هر ایرانی در جغرافیای پهناور ایران به چند زبان میدونه تسلط پیدا کنه. به هر حال من موقعی که این خبر حضور مولانا عبدالحمید شنیدم و مطالعه کردم و در فیلم ها همه مشاهده کردیم یه چند نکته به طور فی‌البداهه به ذهنم خطور کرد. اجازه بدین خیلی سریع اول اون 2 تا نکته رو بگم، بعد یک موضوع کلانتر مطرح میکنم نکته‌وار. تلاش میکنم 2-3 دقیقه بیشتر وقت شما عزیزان نگیرم، چون اینجا متفکرین و صاحب نظر هستن بهتر میدونن تحلیل بکنن. نکته اول، موقعی که حضور آقای مولانا عبدالحمید در اون مراسم، در اون فیلمی که منتشر شده بود دیدم، اولین پرسشی که حقیقتاً به ذهنم خطور کرد تا چه اندازه فعالین مدنی در اون بخش از جامعه ما با این حضور موافقن. چون ما همه میدانیم 9 ماه اعتراض بیوقفه در بلوچستان با همون فاجعه جمعه خونین آغاز شد و 9 ماه آزگار ادامه پیدا کرد و در اون مبارزه نفسگیر فعالین مدنی نقش بنیادین در اون منطقه داشتن که مسجد مکی به عنوان نماد فعالین مدنی محسوب میشد و میشه. و صدام هست بزرگوار؟ بله بله هست. بله بسیار عالی. بله بعد صداتون من از صاحب شیرازی. فقط 1.5 سال بود، 9 ماه نبود. ببخشید بله بفرمایید. به تعبیر شما 1.5 سال اینه که آیا با این حضور مولانا عبدالحمید این بخش از جامعه بلوچستان موافق بود با این یا نه؟ دومین نکته ای که حقیقتا با این دیداری که ایشان داشت ذهن منو به خودش مشغول کرد، به هر حال ما اگر چه بپذیریم چه حتی کمرنگ جلوه بدیم، جامعه بلوچستان یعنی در اون بخش از جامعه ایران الان 2 گروه مسلح وجود داره و این 2 گروه مسلح خودشون خوشبختانه همراه کردن با روند که ما طبق گفته شما نزدیک به چندین ماه ادامه داشت و این یک دستاورد بزرگ نه تنها برای بلوچستان بلکه برای تمام ایران محسوب میشه که در یک جایی در یک منطقه ما میبینیم که نیروهای مدنی همراه با معترضین در خیابان کاملا همراستا میشن و افراد کاریزما همراهی میکنن مثل مولانا عبدالحمید و نیروهای مسلح مستقل که علیه نظام استبدادیان میان هماهنگی ایجاد میکنن. یه دستاورد تاریخی به نظر من بری از بین بردن این حکومت استبداد دینی
در بلوچستان ما با یک مدل روبرو شدیم، یعنی با یک همبستگی عمیق اجتماعی که من اگر اشتباه کردم شما تصحیح کنین. تنها منطقه از کشور ما یعنی ایران بود که مناطق حاشیه با این اعتراض همراهی کردن، یعنی دهک‌های پایین، یعنی شیرآباد. این دومین نکته بود که ذهن منو به خودش مشغول کرد موقعی که اون فیلم دیدم. سومین نکته حقیقتاً جریان مولوی ها با این دیدار موافقت کرده بودن، چون ما میدونیم که الان در خود بلوچستان فقط مولانا عبدالحمید نیست، این یک جریانه. من حتی مثل شما اطلاع دارم که یکی از بزرگواران از همین مولوی ها همچنان در کوه و دشت داره زندگی میکنه. این فقط یک نمونه است. اینا سوالاتی که به ذهنم اومد. اما اجازه بدین در عرصه کلانتر یک دو سه موردی بگم. نگاه کنین، جامعه ایران خودش را آماده کرده که استبداد دینی نابود بکنه. این آمادگی هم نه به خواست من فرد سیاسی، بلکه از خیزش سال 96 آغاز شد. گفتمان اصلاح طلبان به 1001 دلیل که اینجا یعنی وقت اجازه نمیده من توضیح بدم. گفتمان اصلاح طلبی با حاشیه کشیده شد. گفتمان انقلاب در ایران مطرح شد. جامعه ایران داره خودش رو آماده میکنه. این آماده کردن نه در سخن و تحلیل، بلکه جامعه ایران با صدها جانفشان و با هزاران زخمی و با تسخیر خیابان و هزاران زندانی نشون داده که در پی از ریشه، یعنی از ریشه نابود کردن استبداد دینی به این حکومت مذهبیه. این اصلاح طلبی و اصلاح طلبان دورانشون به سر آمد به دلیل اینکه ما اتفاقات سال 96 98 و 401 دیدیم. فراتر از این در جامعه ایران هم راستا با همین مطالبه محوری که دوست بزرگوارم اشاره کرد، ما با جنبش ها روبرو شدیم. الان شما نگاه کنین، جنبش زنان ایران، جنبش فرهنگیان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، 4 جنبش ریشه‌داریه که استبداد دینی به چالش کشیده و جامعه ایران داره گام به گام خودش آماده میکنه که این نهاد، به تعبیر عامیان، نهاد خبیثه استبداد دینی ریشه‌کن کنه. همونطور که جامعه ایران موفق شد نهاد سلطنت از بین ببره در ایران. دو نهاد کهنسال، دو نهاد کهنیه که همیشه در جامعه ما به تعبیر پژوهشگران با هم همراه و همزاد حتی بودن، یعنی نهاد دین با نهاد سلطنت. به ویژه این که ما در خود بلوچستان اینو مشاهده کردیم. یکی از محوری ترین شعارهاشون شعاری بود علیه رهبری و علیه سلطنت و اینا همه دستاورده. این دولت پزشکیان هم همچون چندین دولت خواهیم دید که از بین خواهد رفت و نه تنها هیچ ثمری بر جامعه ایران نخواهد داشت، بلکه تا حدودی وقت جامعه ایران، انرژی بخشهایی از جامعه ایران به نظر من خواهد گرفت. اما جامعه ایران همونطور که موفق شد از اصلاح طلبان حکومتی گذر کنه و گفتمان انقلاب در دستور کارش بده، حتما و حتما از جمهوری اسلامی هم گذر خواهد کرد. نمونه بارز این امر به نظر من همبستگی اجتماعی بود که در
بلوچستان ما بین فعالین مدنی، نیروهای کاریزما، گروه های مسلح و حاشیه به وجود آمد. عذرخواهی میکنم. بله، ممنون از شما آقا رضا. عدل گرامی، فقط واجه بندوی و واجه ملاحظه شما اگه وقت داشته تشریف داشته به خارج شد دستور من یک دو سوال دارین شد دیگه بابت آخر ای عزیزانه بش کنم من جسته که خانم عدل بفرمایید شما رو بشنویم. بله، من عرض سلام دارم خدمت شما یاران عزیز و خوشحالم که این شانس دارم که در بین هموطنان عزیزم که با زبان بلوچی صحبت می‌کردن. البته این شانس هیچ وقت نداشتم که دیداری داشته باشم از اون خطه که بیشترش هم به علت تبلیغات سویی بوده که این رژیم تونسته بود سالها ماها رو از همدیگه دور نگه داره. همونطوری که دوستان قبل از من اشاره کردن، به ویژه خب من متوجه می شدم زبان بلوچی هم قابل فهم بود برای من، اگرچه خب این زبان همونطوری که آقا رضا اشاره کردن که این شرمی بر این دولت‌های حاکم بر ایران بوده که اجازه ندادن زبان‌های مختلف که به عنوان یک منابعی برای این کشور هست قدرت بگیرن که بیان این مردم رو به هم نزدیک بکنن، که فقط این دولت‌ها حاکم فقط اومدن قدرت رو و ثروت رو در دست خودشون گرفتن و شکاف ایجاد کردن به جای اینکه همبستگی ایجاد بکنن. ولی خوشحال شدم که بعد از تلاش‌ها و جنبش‌ها و جان‌های پاکی که ما از کنارمون رفتن، الان دیدم که شما خوشحال هستین از اینکه یک هموطن اهل سنت، آقای منصوری بیجار که ظاهراً بک‌گراندشون هم رشته مهندسی عمران بوده، که این باعث خوشحالی من شد که امیدوارم که قدر بدونه از این فرصت در جهت آبادی این خطه که محروم بوده بیاد از این فرصت استفاده کنه و امیدوارم که هر کمکی که به هر حال برای ایشون، هر مشاوره، کمک حتی مالی، هر جوری متوجه بشن چشمشون رو باز. منطقه بیشتر از این نباید درد بکشه، زجر ببینه این هموطنان، این عزیزان، به خصوص این بچه هایی که ما فقط گاهن در حد یک کلیپ کوچیکی میبینیم که واقعا دردآوره و من میخوام خواهش بکنم از شما با همین موبایل های کوچیکی که در دست داریم باید اطلاع رسانی کنیم، باید از ذره ذره اون زجرها و دردها برای رسوا کردن این رژیم هایی که این همه ثروت رو در دست گرفتن و هرگز فکر نکردن که مناطقی مثل بلوچستان، مثل خوزستان، مثل خیلی از مناطق محروم دیگه هم هست، ولی خب متاسفانه ظاهرا در منطقه شما خیلی دردناکتره. باید کار کنیم روی این منطقه و ما که به هر حال دستمون نمیرسه، اما دوستانی که اونجا هستن به نظر من یکی از کارهایی که میتونن برای شاید به عنوان به نظرم یه راه حل باشه که تا دیگران رو هم بیدار بکنن، این هستش که واقعیت‌های اونجا رو برای دیگر مردم بگن. برای اینکه من فقط میخواستم اینو بگم که تبلیغ بر علیه بعضی مناطق بسیار فراتر از اون بود که مردم بتونن این شکاف رو، این فاصله رو پر کنن و متاسفانه منطقه سیستان و بلوچستان محجور موند. یعنی ارتباط در یک جایی شد و مردم هم خیلی که رژیم میداد و که اگرچه هم حتی اگر که واقعیت هم داشتن که خودش بانی و عامل این همه فقر و
بیکاری و نمیدونم کولبری و سوخبری و شغلهایی که نباید باشه، ولی مردم حتی از این طریق هم جان خودشون رو در کف دست میگیرن و داره میخوان که شرافتمندانه زندگی بکنن. اما خب مردم ما شاید واقعا خیلی بیخبر هستن. دوستان خواهش میکنن که از که شهر خودتون، از استان خودتون، از اون مناطق اطلاع رسانی بیشتری بکنین، که حتی کسانی که در خارج از ایران هستن هم این خبرها وقتی که مشخص باشه که این یک واقعیتی هست و از اون خطه هست، خیلی وقتا میتونیم این مستندات رو در دست بگیریم و شاید بشه حداقل نوشت، اگه کار دیگه ای کمترینش اینه. خیلی خیلی ممنونم، باعث افتخار بود دادین که در کنار شماها باشم. بدونین اگر زجرهایی که اونجا هست، اگر من اینو نکشیدم، ولی خیلی از من و امثال من جوری دیگه ای از همون روز اول این رژیم باعث خراب شدن زندگیشون شد و ما همه باید دست به دست هم بدیم و این شرایط رو عوض کنیم. از راه دور دست همتون رو فشار میدم و امیدوارم که این اولین بار که این اتفاق افتاده ادامه دار باشه و مؤثر واقع بشه. خیلی ممنونم، در کنارتون هستم، گوش میدم. سپاس از شما بابت اینی که تشریف آوردین، قدم رنجه کردین و ما استفاده کردیم. آقای شجاعی گرامی بفرمایید، شما رو بشنم. آقای شجاعی درود میگم. صدام هست حاج حمزه؟ جان، بله صدام داری؟ صداتون خوبه. عرض ادب و یکم احترام. بلندتر صحبت کنی. دیگه تلفن رو به دهنم چسبوندم، چشم تلاشمو میکنم. زنده عرض باشی. ادب عرض ادب میکنم خدمت همه بزرگوارانی که رو استیج هستن. من به جز شما حاج حمزه بزرگوار و جناب داور عزیز و گرامی و بانو شهرو، متاسفانه عزیزان دیگر رو قبلا آشنایی نداشتم. خوشحالم که اومدم تو اتاق. جناب داور دعوت داد دیگه، گفتم بی ادبی بالا نیام. اومدم که عرض ادبی بکنم درباره تایتل هم. در مجموع فکر میکنم که جناب مولوی عبدالحمید همیشه مواضعشون با توجه به جایگاهی که دارن خردمندانه بوده. به نظر من در هر شرایطی موضعی که گرفتن خیرخواهانه بوده. هم خیر مردم در حقیقت بلوچ رو یا سیستان و بلوچستان رو لحاظ کردن، هم خیر عمومی و همه مردم رو لحاظ کردن. و من فکر میکنم ایشون در جایگاهی که هستن با شرایطی که به طور عمومی بر کشورمون حاکمه، حتما بهترین کار ممکن انجام دادن و امیدوارم هستم که اگر اتفاقی که افتاده، یعنی نصب یک استان، اهل خود استان که میتونه یا استان باشه، امیدوارم که این اتفاق براتون بیفته. یک چیزی رو من به طور عمومی بهش باور دارم و اون اینه که دولت ما یک دولت فلج و ورشکسته ایه. دولتی که با شارژ بانک مرکزی و سیستم بانکی سر پاست. دولت ورشکسته یعنی دولتی که هزینه هاش بیش از درآمدشه و اگر حمایت نشه خودش نیازمند حمایته، اگر حمایت نشه سقوط میکنه. بنابراین من فکر میکنم که چنین دولتی احتمالاً نمیشه بهش، هرچند که باورم داشته باشیم که خیرخواه آقای پزشکیان و میخواد که واقعا کاری بکنه، نمیشه در عمل امید زیادی به دولت داشت برای اینکه اتفاقات مثبتی در کشورمون بیفته، در هر کجاش، من جمله سیستان و بلوچستان. مگر اینکه مردم بتونن وارد عرصه بشن و این دولت با حمایت مردم کاری انجام بده، که در اون صورت من فکر میکنم اگر مردم بتونن خودشون با هم دیگه همکاری بکنن و چالش‌های مشترکشون رو با استفاده از ظرفیت‌های خود مردم بهش سر و سامون بدن، دیگه واقعا به دولت هم خیلی نیاز مبرمی ندارن. یعنی دولت با یه حمایت کلی که بر کشور داره میتونه بستری به وجود بیاره که مردم خودشون این کار رو
انجام بدن. من تصور میکنم که بسیاری از چالش های ما در کشور در مناطق مختلفش که بسیارم رنج آوره، با همت یا همکاری یه جمعی از افرادی که خودشون ذی‌نفعن یا متضررن از اون وضعیت قابل حله. فرض بفرمایید که مثلا یک روستایی هست که پل نداره، برای اینکه مردم یه مسیری رو مثلا رد بشن گرفتار یه مکافاتی هستن تا از اینجا تردد بکنن. خب پل زدن روی این رودخونه، حداقل یه پلی که مثلا ناچار نباشن که افراد با سیم از روی رودخونه رد بشن، بالاخره یه هزینه مشخصی داره و یه تخصصی میخواد و یه نیروی کاری میخواد و یه اراده‌ای میخواد که همه اینا رو کنار هم دیگه جمع بکنه و اون اتفاق بیفته. من فکر میکنم بسیاری از این کارها واقعا در کشور ما کارهایی نیست که ما به عنوان مردم بخوایم منتظر باشیم که یه دولتی مثلا بیاد خیابون ما رو اسفالت بکنه برای ما، یه دولتی بیاد مثلا یه پلی برای ما بسازه. اینها چیزاییه که تو خود ما مردم اگر ساختارها و سازمانها و ارتباطات مردمی، نهادهای مردمی شکل گرفته باشه، بتونیم از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودمون، از سرمایه‌های مردمی، از فکرها و ایده‌های مردمی برای حل چالش‌های مشترک استفاده بکنیم، این راهیه که از همین امروز هم اگر شروع بکنیم یا در راستاش تلاش بکنیم برای هممون در نهایت برده. ولی واقعا من به عنوان یه ایرانی با توجه به جمعی جهاتی که از وضعیت کشور می‌بینم امید ندارم خیلی که دولت ما بدون همراهی مردم و مسئولیت پذیری عمومی بتونه کاری برای ما انجام بده. اون فقط خیلی کار بکنه بتونه حقوق کارمندای خودش رو بده و بده کار به کارمنداش نباشه. خیلی متشکرم ازتون و از اینکه دعوت شدم به استیج و کنارتون بودم ممنون. ممنون آقای شجاعی عزیز، خیلی متشکرم. اه، آقای بلوچستان هم خوش آمدید. واجه کت خدا در خدمتتن قربان. هر طور دوست دارین صحبت کنید، چه بلوچی چه فارسی. بنده هم عرض سلام و اراده دارم به همه عزیزان در اتاق. امشب بنده هم زاهدانم رفته بودم برای معرفی استاندار جدید و عراضی هم دارم. با توجه به اینکه دوستان صحبت کردن و ممکنه که صحبت هم تکراری بشه، اما من دوست دارم در حول محور بلوچستان، جامعه بلوچستان در چه شرایطی قرار داد این رو صحبت. ببینید بلوچستان داره شرایطی است که داره پتانسیل های مختلف، اما میتونم بگم که در 4 مورد خاصم: سنت، مذهب رادیکالیسم و به اضافه مدنیت میتونم صحبت کنم در این مورد که اگر اجازه داشته باشم ممکنه که و سعی میکنم خیلی مختصر و مفید صحبت کنم که وقت زن رو نگیرم. ممکنه که کارشناسان و اساتیدی باشن که به از من بسیار بیشتر در این مورد میدونن، اما من دلیل سابقه ای که دارم حوزه فعالیت سیاسی خودم دارم میتونم اینا رو بیان کنم. ببینید در جلسه معرفه این مهمه که برای اولین بار در سیستم جمهوری اسلامی
یه تابو شکست شد، این که یک بلوچ اهل سنت برای از فرزندان بلوچستان توانست در مسند استانداری قرار بگیرد. استاندار معنی که نماینده عالی دولت در استان. و سخنانی که در اونجا بودم، این استان ما شکل شمال سیاسیش به این شکلی که داره دو بخش، یکی سیستان و بلوچستان. سیستان هم البته 50-50، سیستان 50% بلوچه، 50%ش هم فارس نیستن. اینا از همون زمان به دلیل اینکه ایران بزرگ بوده، دوستانی هستن که برحال از فارس زبان، دری زبان هم در حال فارس زبان نیستن، دری زبان هم که برحال ماندگار شدن اینجا و به عنوان زاره و کشاورز و برحال قوانین بلوچستان هم سیستان هم بلوچ هستن. این ناگفته نماند. زمیندارا و فودالا به سیستان بلوچ هستن. این دوستان به عنوان زاره و برحال شرایط ایجاب کرده که اینجا ماندند بودند و از قدیم بودند. این قابل که اعتماد نیست که من امروز بگم که نه. و دوستان به سیستانی ما که نماینده بودم، من اونجا در جلسه که بودم اتفاقا خیلی صحبت هاشون، سخنرانی هاشون از نمایندگان خود ما بسیار عالی تر بود، بسیار جالب تر بود. به دلیل اینکه دوستان ما ببینید، ما در شرایطی قرار داریم که میترسیم همیشه. یک موهومیه که میشه با ما هست، در اینی که مثلا فرد من کنن، این نکنه اون نکنه، بله که نه در اون چیزی برای گفتن داشته باشم. نمایندگان در بلوچستان دیروز من شنیدم نامید شدم، بسیار نامید شدم، به دلیل اینکه بلوچستان افراد شایسته‌ای داره. بلوچستان به استانیه که برای امروز حرف برای گفتن داره. اینجور نیست که مثلا 4 نفر بیان اونجا مثلا که فادو باشند و بر چیزی بگن که امروز جامعه قبول کنه. نه، این پذیرفته نیست برای جامعه ما و نخواهد بود. اما دوستان سیستانی ما، نمایندگان سیستانی ما، به خصوص آقای شهریاری و دکتر مالکی بسیار جالب صحبت کردن. اونجا من بودم در صحبت های اینا. بعد من رفتم جلسه رو ترک کردم به دلایل مختلفی که هست. بسیار جالب صحبت کردن. حالا ببین، ما پشت صحنه رو نمیدونیم، کسی بیاد سیاس باشه یا سیاستمدار سیاستمدار باشه. این دو مقوله متفاوته که ممکنه اتفاق بیفته، مثلا کسی سیاس باشه یا سیاستمدار باشه. برحال دلم تی فلفل چیه تون ده محبت میکنم یعنی شکرابه. Sisha. ببینید، ما عرض کردم ما در 4 تا یعنی این پدیده می گنجیم. جامعه مدنی بلوچستان ببینید دوستان بسیار ضعیف، در حدی که مثلا ما نمیتونیم 100 نفر مثلا امضا جمع کنیم، حد اکثر 200 نفر مثلا امضا جمع میکنیم، مثلا مطلب می‌نویسیم که به ندرت پیش بیاد 200 نفر. اتفاق بسیار جالبی هم باشه مثلا این اتفاق بیفته ممکنه. اما
بحث رادیکالیسم مذهبی و مذهب اعتدالی همین آقا شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید نمانده بحث مذهبی معتدله و دیروز هم آمد هم شد و منم معتقدم که کار بسیار عالی کرد اومد و اینکه جریان رادیکالیسم مذهبی هم به عده کمی هست در هر جامعه یا در جامعه شناسی هم اگر بررسی بشه این همه متوجه میشن که رادیکالیسم الان آنچنان هواداری نداره در هیچ جامعه. در بلوچستان هم مستثنا نیست، اما اگه 1%، 2%، 3%، 5% هم باشن برای میتونن اتفاقاتی وجود بیارن، مثلا 4 تا سرباز بکشند و خانواده را آزادار کنن. نه برای من خوشاینده، نه برای کسی دیگه خوشاینده، نه برای یک اتفاق ناگوار و نامیمونی هست که متاسفانه در اخبار و رسانه‌های گروهی اسم روستان را به این شکل میاد مطرح میکنه و یک کشتارهای کوریه برای حالا کسی هم اعتقادی داشته باشه که مبارزه کنه فلان کنه. مبارزات بر اساس یک اصولی هست، یک پرنسیپی باید داشته باشه که بتواند ادامه دار باشد، نه یک مثلا بیاد طرف بکشد و کشتار کند و کشتار کوریه که محکوم مردود است و پذیرفته نیست. اما گرفتار این شرایط هست و منم معتقدم که اگر چنانچه شرایط در کشور اتفاقاتی بیفتد که کشور در شرایط بحرانی قرار بگیرد، ممکن است این جریان رادیکالیسم در بلوچستان شدیدتر بشه و داره اتفاقاتی بشه که ناگواری باشه و پذیرفته نیست. و نه اینکه برای بلوچستان سودی داره، نه اینکه مثلا مرفز ممکنه اتفاقی بیفته که برای بلوچستان مثلا مرفز اون این ایده دست به اسلحه هستن این روز و ممکنه به زعم خودشان مثلا بیان برای بلوچستان یعنی اتفاقی رقم بزنن که ممکنه به زعم آنها مثلا مرفز آزادی بیاره. نه، همچین چیزی نیست. من معتقد نیستم، ممکنه که 95% جامعه بلوچستان معتقد به این نیست. اما به هر حال این اتفاقات میفته و هست و مولوی عبدالحمید بینید نماینده یک جریان معتدل مذهبی است. ایشون هم یک انسان مذهبی است، برای یه علمای مذهبی است، مولوی است، یک شخص کاریزماتیک که در بلوچستان و دولت هم به هر حال به نتیجه رسیده اگر این آقا رو تحمل نکنه، گرچه بدش میاد و توانست مثلا محدود کنه فلان کنه، حذف کنه، حذف خانگی فلان، حذف خانگی نیست، یعنی حذف مثلا مثل موسوی نیست، ولی خب هست استانی بوده مثلا در خود ظاهر هم بیشتر نمیتونست جایی بره، اتفاقاتی براتش افتاده. اما دولت هم متوجه شده که اگر چنانچه این شخص به هر دلالی از بین بره و در بلوچستان نباشه، در این شرایطی که فعلی قرار داریم، می‌بینیم ما در شرایط حاضر صحبت میکنم، ممکنه فردا جامعه مدنی بلوچستان رشد کنه، بتواند جامعه مدنی بلوچستان برای خودش مثلا تشکیلاتی داشته باشه و بتواند نیروهایی رو بسیج کنه در خیابان، در جاهای دیگه اعتراض کنه، اعتراضات مسالمت آمیز. اما در شرایط فعلی جامعه مدنی بلوچستان بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. اینو تاکید میکنم.
همین دو فرقه هستن فعلا. حتی جریان سنتی رو تعریف نکردم. یعنی سنتی ببینید افرادی هستن در بلوچستان که به سنت یه چیزی که نه تنها متعلق بلوچستانه، برای جامعه که در حال گذاره بلوچستان هم ممکنه مثلا به شهر متمدن ایران مثلا مثل تهران یا مثلا شیراز یا مثلا مرکز اصفهان جای دیگه برای جامعه مدرنیته امروز جا رو باز کرده و میتواند حرف برای گفتن داشته باشه، اما برای جامعه بلوچستان نه. جامعه بلوچستان یک جامعه سنتی هم هست که سرداریسم قبلا هم بودن و جدیدن هم برای سپاه هم نهادهای قدرت اه، اه، به این جریان قدرت دادن و افرادی را که اصلا از در سنتی ممکنه مثلا از لحاظ طایفگی از در آن مقام نباشند و ممکنه که دست دسته بشن امروز و بتوانند مثلا اتفاقاتی رو رقم بزنن که مورد دلخواه حاکمیت باشه و این افراد رو مسلح کرده و برای سرداریسم جدیدی وجود داره در بلوچستان که متاسفانه این سرداریسم آلترناتیوی برای حاکمیت هست که ممکنه بتواند با راند و جریاناتی که هست به همین طریق هم چند این بازی ها ماندگار باشد. ممنونم از همه دوستانی که دارم تحمل کردید و متشکرم از همه شما. بله ممنون آقا. خدا لطفا مایک باز نکنی عزیزان. آقای سلیمانی، آقای مرداد عزیز خوش آمدید. آقای دادور شما پرچم گذاشتین، بفرمایید اگه کامنت دارید. سلام میدونم آقای آجی براوی. من کامنت ندارم، مثلا از اول تا الان هیچ حرفی نزدم. اگر نوبت من باشه میخوام آها چند بفرمایید، دقیقه چون صحبت من کنم. من که آمدم، من که اتون اصلا من نزم، من فکر که آخرین نفر منو ببخشید. خلاصه بفرمایید تابر کن پدی گرن آی بلوچستان نوبت بفرمایید نه تابر آقای کن. دکتر، آقای دکتر آقا هستند، استاد ما هستن. اگه دوست دارن میتونن قبل از بنده صحبت کنن. آقای دکتر تشریف دارن؟ رفتن نیستن، من نمیبینمشون. نه نه تابر کن بفرمایید. با عرض سلام خدمت همگی دوستان از بالا تا پایین استیج. خیلی خوشحالیم از اینکه دوستان ما از همه نقاط کشور، از سایر نقاط کشور منظور، این غیر از بلوچستان حضور دارن. چند شب پیش با یکی از دوستان، با چند تا دوستان قرار گذاشتیم که اقلا هفته یک بار اتاقی باشه که در اون به زبان فارسی صحبت کنیم و همدیگه رو بیشتر بفهمیم. همچنان که یکی از خواهران ما در بالا گفتن، متاسفانه به 1001 دلیل الله ما دچار سوء تفاهمات بسیاری هستیم از همدیگر، نمیفهمیم هم دیگه رو قشنگ. شرایط بلوچستان رو بسیار از مردم ایران به درستی درک نمیکنن. حالا این نقص حاکمیتی است یا اشکال از ماست، از کجایی که هست باید از یک جایی ایجاد تفاهم، این ایجاد شناخت شروع بشه. ما قصد داشتیم یه قدم کوچیکی رو در این ارتباط برداریم. خوشحالم که امروز اون قدم کوچیک رو جناب آقای و داریم به زبان فارسی صحبت میکنیم که قابل فهم برای همه مردم ایران هست. مطلبی رو که داریم در موردش صحبت میکنیم حضور جناب آقای مولانا در جلسه معارفه استاندار بومی استاندار بلوچ. حالا دوستان میگن هی اهل سنت اهل سنت،
ماها اکثرا اعتقادی به این اهل سنت و اهل شیعه نداریم. ما همه ایرانی هستیم و شهروند ایران هستیم، با هر مذهب، با هر رنگ و با هر دینی، چه یهودی، چه عیسی مسیحی، چه گبر، چه بهایی، چه مسلمان، شیعه، سنی. همه بنده و اکثر دوستانی که من میشناسم در بلوچستان اعتقادی به اهل سنت و اینا ندارن. همین که بلوچ هست، بومی هست، حتی به دلایل تکنیکی، به دلایل علمی هم بهتر هست، استان رو بهتر میشناسه از کسی که از خارج بیاد، بهتر میتونه بحران ها رو مدیریت کنه، بهتر میتونه ضعف ها رو تشخیص بده، به لحاظ مدیریتی هم بهتر هست. ما از این جانب بهش نگاه میکنیم، نه به لحاظ مذهبی. خواستم اینو بگم که زیاد برای ما اهمیت نداره اینکه سنی هست، ولی اینکه بلوچ است و بومی است حتی به نفع دولت و به نفع کل کشور هم هست و خوشحالیم که این اتفاق افتاده. بله، و البته خب بسیار از دوستان انتقادات کلی داشتن از نظم و نظام کشور، اینکه دموکراتیک نیست و در این چارچوب این اتفاق به تنهایی کاری رو درست نخواهد کرد. اون انتقادات ما سر جای خودش هم هست، اینطور نیست که حالا که استاندار بلوچ است ما خیلی دچار خوشفهمی شده باشیم بگیم دیگه هیچش اشکالی دیگه در نظم و نظام مملکت نیست، همه چی دیگه درست خواهد شد. نخیر، با یک استاندار چیز بسیار زیادی عوض نخواهد شد. اما منتها همین خود اتفاق، یکی از دوستان جناب آقای باشنده که از دوستان بنده قبلا گفتن، نفس این اتفاق اهمیت سمبولیک داره برای ما، چون در حدود بعد انقلاب حدود 45 سال شاید قبلش هم این اتفاق نیفتاده. همین که حاکمیت به این درک رسیده که مردم سراسر ایران رو، حالا نه تنها بلوچستان، کردستان، خوزستان، حالا گیلان، مازندران، اصفهان، هر کجا که هست، مدیریت های کلان رو بدن به دست مردم خود همون منطقه به نفع کل ایران هست. نفس درک این مطلب یک گام به جلوست. جناب آقای باشنده بسیار به قشنگی این رو توضیح. بلوچ ها این سایر نقاط کشورم عهد رو داشتند و دارند و اصلاح خوبی است. کارا رو به پیش ببر، دولت میدونه و استانداراش از دیدگاه یک شهروند میرو که در راستای بین مردم، در راستای انجام که این خواسته یک خواسته حداقلی باشه. برای ما این ارزش سمبولیک داره و ما خوش آمد میگیم انتخاب این استاندار رو و امیدواریم موفق باشن در کارشون. بلوچستان یک سرزمین بسیار وسیعی است، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ انسانی هم دارای چالش های بسیار زیادی است. مثلا اون چیزی رو که میدیا، مطبوعات در چند تا فیلم، در چند نمیدونم سریال مطرح کردن، خواستن سیاه نمایی کنند. مردم سایر نقاط ایران برداشت بسیار الحمدلله اخیراً ترمیم شد. شناختی که از طرف این فضای مجازی مردم بلوچستان با مردم نقاط ایران، اون خلا داره پر میشه و نیاز است که این خلا بازم پرتر شه و این ارتباطات بازم بیشتر بشه، مردم همدیگه رو بهتر و بیشتر بشناسن. بلوچستان یک جمعیت دینامیکی داره، جمعیت جوان، اهم از دختران و پسران، برخلاف سوء تفاهماتی که هست در سایر نقاط کشور. فکر میکنند یک جامعه پاتریکال یا پدر سالارانه است. اخیراً به شدت داره تغییر می جامعه بلوچستان داره خوبی رو ایفا میکنن در
فضاهای آموزشی، اداری، کاری، از دانش گرفته، از ادارات دولتی، از بانک ها تا دانشگاه ها، زنان دارن به صورت رشد میکنن. جامعه جوانی است در کل. و مردم ایران باید این رو بدونن. اگر بلوچستان دارای پتانسیل های زیادی است، سواحل زیادی هست، بزرگترین و بهترین ساحل ها رو داره، یعنی سواحل اقیانوسی رو فقط بلوچستان در ایران داره. مردم ایران بسیار خوش آمد بهش میگیم به عنوان یک بلوچ. ولی اونها باید هم بدونن که بلوچستان مردمی داره، قرنهاست اونجا دارن زندگی میکنن و این مردم حق و حقوقی دارن و این تنها وظیفه حاکمیت نیست. هرچند حاکمیت حالا بعضا الان که نمیشه گفت نماینده کلی مردم، ولی یکی داره پیام میده که دوستان پیامش رو نگاه میکردم. این وظیفه یعنی فهم متقابل در مقابل داشته باشن، به عنوان خصم نگاه نکنن مردم بلوچستان رو، به عنوان بخشی از جامعه خودشون، جامعه ایرانی نگاه کنن. هر کجای ایران که شما برید باید بلوچستان رو جزئی از خودتون بدونید و سعی کنید تا هر حدی که میتونید بهشون کمک کنید. این خلا، این سوء تفاهم به تدریج پر خواهد شد. ولی اگر همون سیاست هایی که حاکمیت و دولت ها یکی بعد از دیگری دارن ادامه میدن، مردم هم پشت سر اونا را بیفتن و نگاهی خصمانه به مردم بلوچ داشته باشن و دیدشون دید نامنصفانه ای باشه، این خود به خود احساس بدی در مردم بلوچستان ایجاد خواهد کرد و به تدریج مردم رو دور خواهد کرد از سایر نقاط کشور. این بسیار امر طبیعی است. شماها رو ما به عنوان برادران بزرگتر خودمون میدونیم. شما هم باید این حس مردم بلوچ رو درک کنید. 100 سال فقر و محرومیت رو کشیدن، بی جاده‌ای، بی بیمارستانی، بدون آب، بدون مدارس عالی، بدون آموزشگاه ها، یعنی کمترین امکانات رو 100 سال از رضا شاه تا الان ما تحمل کردیم. ایران باید صدای ما باشن. ما این انتظار رو داریم که در هر کجا ایران که هستن صدای مردم بلوچستان باشن. اون وقت ما اونها رو مثل برادر، مثل خواهر دوست خواهیم داشت و میدونیم که چی صدای ما هست. ما میبینیم داریم این تغییر رو ما داریم حس میکنیم و تغییر ما حمایت ها رو داریم میبینیم که با این تغییری که استاندار عوض شده ما معتقدیم که فشارهای کل مردم ایران هم هست، ولی انتظارات ما بیشتر از این هاست و امیدواریم فهم متقابل بیشتر رشد کنه و اگر بلوچستان رشد کنه ایران هم رشد خواهد کرد. بلوچستان به لحاظ استراتژیک فوق العاده مهم است برای کل کشور. کانال ارتباطی ایران هست با آسیای میانه، کانال ارتباطی ایران هست با اروپا، چه به لحاظ دریایی چه به لحاظ خشکی با چندین کشور مرز داره. این مردم سالهاست، قرنهاست اینجا زندگی کردن، حفاظت کردن از مرزها، نذاشتن به دست انگلیسی و پرتغالی بیفته، خون خودشونو دادن. ارزش بدونیم باید ما اینها رو و با نگاه دوست هموطن نگاه بهشون کنیم، نه اینکه مثلا سنی و نمیدونم شیعه و اینجور چیزها رو زیاد بهش اهمیت ندیم. من به عنوان یک شهروند، نه به عنوان یک لیدر، یک شهروند، انتظار رو از همه مردم ایران دارم که ما رو درک کنند و با درک متقابل و فهم متقابل به سوی یک آینده دموکراتیک، آباد، ایرانی آباد، آزاد، دموکراتیک، برابر برای همه شهروندان ایران به صورت مساوی انشالله. سپاس از همه دوستان. ممنونم. بله، ممنون از نکات خوب و ریزتون جناب آقای دادوری عزیز. آقای آقازری هم خوش آمدین. آقای دکتر شما چی کردیم؟ من دعوت شما رو قبول کردم ولی نه اومدیم بالا تشریف بیارین. جناب آقای سلیمانی عزیز، عمو منصور گرامی خوش آمدید. من درود میفرستم حاجی بهتون. جان، من
عرضی داشتم که اگر وقت تعیین کنی برای دوستان 5 دقیقه بهتر خواهد. جان بله، یک چند نفرن الان، عجله نیست. باز نوبت دوم برمیگردم به شما. چشم، بفرمایید از. ولی من درود میفرستم بهتون. من سالهای خیلی زیادی در بلوچستان، در زاهدان، پنوش، چابار، خاش زندگی کردم. منطقه رو به خوبی میشناسم و افسوس میخورم که چرا در من 5 تا 6 سال از عمرم بود نتونستم این زبان رو یاد بگیرم، یا نخواستم، یا ضرورتش رو احساس نکردم. واقعا همواره وقتی توی اتاق دوستانی میرم که زبانی صحبت میکنن که من این امکان برایم بود که یاد بگیرم و یاد نگرفتم، افسوس میخورم، بسیارم افسوس میخورم. درود میفرستم. کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم متاسفانه. دیگه هم در این سن یاد گرفتن یک زبان بسیار بسیار سخته. در رابطه با اتفاقی که خب امروز افتاده، من صحبت زیادی نخواهم کرد. نمیدونم من واقعا چه اتفاقیه، ولی نظر سیاسی مجبوره که یک راه دیگه ای هم نداره. تنها راهی که داره همینه، دادن یک همچین امتیازهای فرمانداری، شهرداری یا نمایندی یا کسی رو به هر حال در مسند کار برگزینه و در نتیجه هر حرکتی که در جهت این بشه که بتواند یک قدمی، یک سنگ کوچکی از سر راه مردم برداره، خب از نظر من کار درستیه. آدم هم میتونه حتی بگه امیدوارم که تعدادش بیشتر بشه و اینا. در رابطه با بلوچستان صحبت بسیار میشه کرد، خصوصا مثلا شما در نظر بگیر، من گفتم تقریبا همه ایران رو زندگی کردم و دیدم. پدرم نظامی بود، هر 4 سال یه جایی بودیم، ولی تو سیستان بلوچستان دانشجو بودم و بعدش هم که دیگه داوطلبانه تو اون منطقه بودم. واقعا هیچ استانی به زیبایی و زیبایی بلوچستان نیست. دوستان نمیدونن، واقعا بسیاری از عزیزان هموطنان خود ما نمیدونن که بلوچستان یکی از زیباترین نقاط ایرانه. همین مناطق مثل چابهار رو اون برا که واقعا این آب و دریا و صخره‌ها و این رودخونه ها یکی از زیباترینه که خودش میتونستش که منبع بسیار بسیار عظیمی برای درآمد نه تنها این منطقه بلکه برای کل حتی بخشای دیگه از ایران باشه. ولی متاسفانه عدم استفاده از چنین امکاناتی که در منطقه وجود داره و از طرف دیگه عدم وجود راه ها، شما خودتون از که من خودم اونجا بودم، ما برای اینکه از تهران حداقل 36 تا 37 8 ساعت تو راه بودیم تا برسیم به اینجا. بگذاریم که توی راه 70 جان با از ماشین باید پیادهمون میکردن، سوارمون میکردن از اتوبوس‌های شمس العماره. منظور این که امکانات بسیار وسیعی اونجا وجود داره که این امکانات رو فقط واقعا اگر دولت‌ها یا حداقل خود مردم منطقه میتونستن از این امکانات به خوبی استفاده کنن و از اونجایی که بخش از این متاسفانه اطلاع ندارن، خودشون نمیدونن که چه ثروتی، چقدر، چطوری بگن، چه امکاناتی در اختیارشونه و به راحتی مثلا اینا رو ول میکنن. بخششون الان بخش عظیمی مجبور شدن به مهاجرت به استانهای شمالی، خصوصا منطقه گرگان، ترکمنصحرا و اون ترکمنصحرا. عذر میخوام، من این سر زبان من میگیره به خاطر جراحی دندونی که لثه‌ای که داشتم خیلی اذیتم میکنه. بعد این حتی بعضا این مهاجرت ها اجباری بوده، یعنی با اینکه عدم فرضاً به روستاها نرسیدن. مثلا تو منطقه فنوس خود من شاهد بودم که چه شکلی به عمد یه کاری کرده بودن که چاهای آب خشک بشه. به مفهوم دیگه یعنی تمامی درختان نخلای خرما خشک شده بودن و ما با مقدار بسیار بسیار اندکی پول تونستیم مجدداً تعدادی از این نخلستان ها رو راه بندازیم و اینا. متاسفانه در الان بلوچستان بسیاری هستن که سعی میکنن که کاری انجام بدن، کمکی بکنن که باعث رشد اون جامعه بشه. حالا میشه از بچه‌هایی که مدرسه سازی میکنن تا بچه‌هایی که میرن مثلا کاری مثلا همین کارخونه‌های کوچیک مثل گوندوزی، مثلا همین سوزندوزی بلوچ که یکی از زیباترین لباساییه که واقعا میتونه توی دنیا حرف برای گفتن داره، نه فقط در خود ایران که بعضا ناشناخته هستش و اینا.
میشه از همه این امکانات استفاده کرد، ولی همه این امکانات زمانی ما میتونیم ازشون استفاده کنیم که یک دولت مسئول بالا سر ما باشه، دولتی که تمامی مردم یک کشورش رو و مردم یک جغرافیا رو به یک نسبت نگاه بکنه، نه اینکه یکی رو بلند قدتر و دیگری رو کوتاه قدتر در نظر بگیره. دولتی که اجازه نده که دیگه به خاطر آوردن چند تا قطره آب یا یک سطل آب یا یک کوزه آب کودکی دستش قطع بشه. متاسفانه ما در تمامی طول حداقلش این 50 سال گذشته به مفهوم میتونیم بریم تا برسیم خدا میدونه تا کجا بر این ملت، بر این مردم تحمیل شده. امیدوارم روزگاری واقعا مردم بلوچستان، سیستان بلوچستان بتونن به نقطه‌ای برسن که بتونن از این امکاناتی که در اختیارشون دارن بتونن استفاده کنن. من فقط برای اینکه شما یک خب من از این گروه هایی هم که میرن به قول معروف چه میدونم میشناسم خیلی هاشون میرن یه شطور میاد این و اون تقسیم میکنن بین من انجام میدن. من از این گروه ها هم بی‌اساسی میکنم، مثل چیزی که دوست عزیزمون هم همین مسئله پل ساختن یا اون مسئله زیر. خب ما خود ماها اونجا البته بعد از اینکه دیگه متاسفانه تو این کلاب هاست باعث شد که یه مقدارش به حال این ور اون ور صحبت بکنم و این از اون گروه های چیز اومدم بیرون، ولی ما اون موقع مثلا رفته بودیم از این چرخ های گوندوزی گرفتیم، از این همین لباس های سوزندوزی بلوچ که گفتم چقدر زیبا هستن و اینا در اختیار خانواده ها قرار داده بودیم. شب شرطمون هم این بودش که شما در ماهیانه باید 1,000,000 تومان پول رو به ما پس بدید، یعنی 13 میلیون ما خریده بودیم، الان نمیدونم قیمتشون چنده، داستان مال 8-9 سال پیشه یا 10 سال پیشه و اینا، ولی عملا هم مثلا برای حداقل 60-70 نفر تولید کار شد، یا مثلا یه مانوفاکتور بسیار بسیار ساده‌ای که در یک منطقه راه انداختیم. نمیخوام اسم ببرم، خدای نکرده برای اون عزیزانی که در داخل کشور هستن به خاطر منی که این ور هستم مبادا مشکلی به وجود بیاد. خب ما هممون میدونیم که خرمای بلوچستان از اون چی بگن از اون کیفیتی مثل خرماهای بقیه سایر نقاط ایران از جمله بم و اینا برخوردار نیست، خرمای ریزی هستش و اینا. خب همین خرماها رو تبدیل به نان خرمایی کردیم که الان تو تهران بسته بندی میشه، فروخته میشه. خب یعنی این امکاناتی که برای بسیاری هست توی اون منطقه. من این فقط مسئولیتش نه تنها به عهده منی که حالا تو خارج از کشور هستم ولی علاقه شدیدی به اون منطقه دارم، به بخششم به گردن منه، بخششم به عهده خود این عزیزانی هستش که متاسفانه اونجا آنچنان درگیر مسائل بسیار بسیار پیش پا افتاده و روزمره شدن که از این امکانات رو دیگه نمیبینن جلوی چشمشون که هست، امکان بودن هست، امکان این هستش که بدون اون که مثلا حتما نباید منتظر باشیم که کسی ما رو کمک بکنه که از توی چاه در بیایم، ما خودمونم میتونیم دست پا بزنیم و در بیایم و نشون بدیم که هستیم، تا خصوصا در شرایطی که دولت‌های مرکزی سعی میکنن با اعمال سیاست‌های مرکزی خودشون به جای اینکه بیان یک حکومت حداقل افقی در این مملکت درست بکنن که هر منطقه خودش اون شکلی که فکر میکنه براش لازمه و فکر میکنه که درسته مثلا بیاد پل و مدرسه و کتابخونه‌ش رو درست بکنه یا هر کاری دیگه ای انجام بده، سعی میکنن از تهران از مرکز برای اینا چه می‌دونم عثمان نمیتونم این کلمه رو تلفظ کنم، بیان براشون مثلا رسپ بنویسن که شماها بیاید برید باید این کار و این کار بشه. من یادم یه مثال دیگه بزنم، سال 57 بودش، بودجه 58 بود، بعد از انقلاب من رفته بودم زابل، بعد تو زابل بودیم و اینا، بعد دیدیم که به هر حال به اینا یه بودجه اختصاص داده بودن برای مثلا گلکاری همون 1-2 تا خیابونی که زابل داشت اون موقع با اینا گلکاری. بعد این آقایی که شهردار اونجا بود تمام این پولو برداشت برش گردون، گفت ما اینجا گلکاری نمی‌کنیم. متوجه میشید؟ یعنی اینطوری نبودش که فکر بکنیم که فقط خب گلکاری نمی‌کنیم این پولو بزنش به یه درد دیگه، پولو پس داده بود که همین باعث شده بود که ما توی همزمان شده با یک سیلی که در زابل اومده و سیل بسیار وحشتناکی بوده اینا که ما اونجا رفته بودیم با اون همین شهردار درگیر شده بودیم که آقا مرد حسابی شما یه پولی در اختیارت بوده، خب این پولو میرفتی 2 تا لودر می‌خریدیم می‌ذاشتی اینجا که اگر یه وقتی سیل اومد حداقل بتونیم به جای کارگرا مثلا بیایم به جای آدمای دانشجو و فلان اینا که ریختن اینجا سعی میکنن جلوی آب رو بگیرن با یه بیلش کار 100 نفر رو انجام میدن.
مثلا واقعا من نمیدونم چی باید بگم. من خیلی خوشحال شدم که برای اولین بار اومدم تو اتاقتون و خوشبختانم گفتم متاسفم که در کنارتون باشم و اینا براتون بله ممنون از شما آقای سلیمانی یه عزیز. کامنت یک دکتر دقیقه جان، عزیز. دکتر نوبت جان، یه کامنت یک دقیقه فقط داره. کی بودن؟ من دادور بفرمایید. جناب آقای امین دوستمون آقای منصور فرمودن که خرما بلوچستان کیفیت خرمای بم رو نداره. در این ارتباط خواستم بگم نه، اتفاقا خیلی ما اون مناطق شما بودید آره شاید درست، ولی ما در سراوان در بخشی از لاشار نه منظورم خرمای پانوس بود. منظورم پانوس بود. فنوز نیست سراوان که عالی متاسفانه. بود. آره بله. سراوان و لاشار ما خرمایی داریم که بالاتر از خرمای بم هست و از اینجا میخرن میبرن اونجا بسته بندی میکنن میزنن خرمای بم. سال هاست این اتفاق میفته که اخیراً دیگه بلوچا خودشون اینجا سردخونه زدند و به نام خرمای لاشار و خرمای بم، خرمای سراوان داره به بازار عرضه میشه. خواستم این نکته رو عرض کرده باشم. مرسی. بله ممنون از شما دادوری عزیز، رهبر عزیز، پیشوای دو عالم، خوش آمدین. واجه دکتر بفرمایید. سلام. اگه با من بودی خودیتی، من نیستم. این هندونه رو زیر بغل من نذار. نه نه سلام عرض میکنم نه. خدمت همه دوستان. آقا بله. ول کن تو رو خدا، دیگه داره توجیه میکنی. ول کن، بذار من حرفم بزنم. حرف بزنم یا نزنم؟ حاج حمزه، حاج حمزه حرف بزنم. جان ما آقا کتککاری. ول آقا خیلی جدی بود بحث اتاق. تو من اومدم یک کمی 4 سرمثل راجع به مچ نخل بگم برم. احمد جان حرف میزنی؟ میخواست حرف بزنی؟ دیدم که مایک تو تکون دادی. به هر حال دوستان، راجع به انشالله که هر جا هستی اولا خوش باشید، شاد، پیروز، تندرست باشید. اینجام ساعت 2:30. منم فردا کلاس چیزی ندارم، اینه که خیالم راحته. اون موقعم رفتم پایین، این پسرم بیدار شده بود و من رفتم که کمک کنم دوباره بگیره بخوابه که فردا بر مرسه. راجع به حضور حضرت مولانا در جلسه معارفه های بیجار تعطیلتونه. والا من فکر کنم همه ما به نوعی آگاهیم، یعنی کسی که کمی علاقه‌مندی داشته باشه یا به هر حال توی این فضای مجازی همچین چرخی زده باشه، از 3 ماه پیش شاید بیشتر در جریان بود که اتفاقی میفته. شاید اولین اسمی هم که من امیدوارم صدای منو داشته باشید. صدای من هست؟ عالی بیست. مرسی مرسی. که آقای بیجار استاندار خواهند شد. این قبا برایشون دوخته شده. ببینید برای اولین بار بود من فکر میکنم که انتصاب این استاندار، یه استاندار به همات و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی، دیگه من اسم نمیبرم، نماینده ولی فقیه، حضرت مولانا، نمایندگان استان، آدمای اقتصادی، آدمای خیلی خودی، به هر حال با هماهنگی همه رقم خورد. خب بنابراین این میتونه از چند منظر به هر حال هم خوب باش هم بد باش. همیشه نگران این وضعیت بود، همین که خوشحال بود. در اینکه دوستان گفتن یه تابو شکسته، بله منم موافق، کاملا منم تو اون شادی شریکم. خب در اینکه به هر حال این همه یک نفر مخالف ایشون نباشه، همه بخوان باری به هر جهت ایشون بیاد، من فکر میکنم که هم میشه گفت که یه نوع تلاشه برای ایجاد وفاق، برای ایجاد همگرایی بین بخش‌های مختلف جامعه، نهادهای حاکمیتی. خود این اقدام به هر حال به خودی خودش میتونه زمین ساز شوری عرض بکنم رسیدن یا دستیابی به همبستگی و به هر حال رفع و روش کردن برخی از چالش‌های مهم منطقه بشه و به هر حال میتونه باعث کارایی استاندار جدید بشه، اثر بخشی استاندار جدید بشه. امیدوارم این گونه بشه. مثلا
آیا ایشون میتونه، خب ایشون ما میشناسیم دیگه از نزدیک، این تخصص و تجربه شخصی رو داره تا جایی که ما میدونیم و ایشونو میشناسیم از نزدیک. خیلی از دوستان بیشتر از من میشناسند، حالا من دورتر کمتر. ایشون یه مهندس عمرانه، به هر حال بالاترین پستی هم که داشته یه پست هماهنگی امور عمرانی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری رو داشته و تو حوزه خودش به هر حال با توجه به مقدورات، چون ما همه کشور تابع آنچان موفقیت داشته باشه، خود برنامه‌های 10 ساله‌ای که می‌نویسن چند درصدش واقعا اجرا شده توی مملکت؟ خودشون دارن میگن 30%. خب منس بیچارم که نمیتونسته شق القمر بکنه و بعد ایشون الان با این بکراند معاونت عمرانی منس عمران که یه روزم فرماندار نبوده میشه چی؟ استاندار. در صورتی که ما